ассалому алайкум бачаҳои зебову афсонадӯсти ман ва инак боз лаҳзаҳои дидор фаро расид. пеш аз оғози нақли афсона дар иҷрои сокини шаҳри Самарқанд Хушрӯзҷони Хурдакак шеър шунавед. марҳамат Хушрӯзҷон. تو نور عرفان غمخوار طیفان هستی با مایا معلم ما آفرین. بله به تو خشرسجان خردکک. بچه های عزیزم، امروز من برای شمایان افسانه شعر و دراج را نقل میکنم. بود نبود در یک زمان، در یک مکان، در یک جنگلزار دور شعر و دراج زندگی میکردند. شعر بچه خردکک داشت. از آنکه شعر خیلی بچهش رو دوست می داشت، همیشه در دهانش گزیده گرفته می گشت. دراج باشد از بالای سر شعر ناگهان پریده گذشته او را می ترساند. روزی از روزها شعر در دهانش بچهش را گزیده رفته ایستاده بود که دراج از بالای سرش فیری کرده پریده گذشت. شعر از این ترسیده یک قد پرید و از ترس بچهش را سخت‌تر گزید. بچهش باشد از ضرب دندان مادر گریه کرد. شعر از این خیلی خفه شد. همین طور روزها گذشتند. روزی از روزها شعر به دراج گفت: بیا با هم دوست شویم. اگر به سر تو یگان کلفت افتاد، من به تو یاری می دهم. تو به من باشد سرود خوانده می دهی. همین طور آنها دوست شدند. روزی از روزها دراج از پناهی ایستاده: مرا خلاص کنید، مرا خلاص کنید، من به دام صیاد افتادم گفت. شعر باشد تازه به یاری دوستش رفت و دید که دراج او را فریب داده است. دراج از بالای شعر قاه قاه میخندید. شعر از این کار دوستش خیلی خفه شده به خانه‌اش برگشت. از بین چند روز گذشت. باز دراج این هزل خنکش را کرده: با من یاری دهید، با من یاری دهید، من به دام صیاد افتادم گویان فریاد زد. شعر باز تازان به یاری دوستش شتافت. همین طور از بین باز چند روز گذشت. دراج در حقیقت به دام صیاد افتاد و فریاد زد که به او یاری دهند. شعر این را شنید ولی از جایش نجنبید و فکر کرد که دراج باز چون هر وقت او را فریب می دهد. اما دراج این دفعه که حقیقتا در دام شکارچی افتاده بود، از آنجا خلاص شده نتوانید. انا بچه‌های عزیزم، دیدید دروغگویی به چه احوال آورده می رساند. برای همین هیچگاه گپی دروغ نزنید. با راست گفتن و راستکار و راست فکر بودن عادت نمایید. عزیزکان من، افسانه امشبه من به آخر رسید. من به همه شمایان خوب شیرین تمنا نموده تا شامگاهان دیگر خیر میگویم.